یک عزیزی نقل میکرد که از علما برای من قطر بودم نقل میکرد که تو آمریکا یه جوانی وارد یک برجی شد، رفت تو آسانسور. وقتی وارد شد یک دختر خیلی جذابی هم وسوسه انگیزی همراهش وارد آسانسور شد. این جوان مسلمان بود، اون دختر غیر مسلمان بود. این جوان تا اومد دید که اینم باش داخل شد، چشمش انداخت پایین، فقط به زمین نگاه میکرد. هر چی خودشو حرکت داد این طرف این طرف، تا هر طبقه می ایستاد. دیگران هم سوار آسانسور می شدن، ولی این دختر هر کاری کرد که چشم این رو بدزده و متوجه خودش بکنه، این چشمش حرکت نکرد. میخواست بره پایین، دختر دنبالش دوید، صداش زد بیست، ایستاد، ولی نگاه تو صورتش نکرد. گفت از این همه زیبایی و جمال و فتنه‌گری خوشت نمیاد؟ دوست ندارید نگاه کنید؟ ملتی سر و کله رو دارن میشکنن که من یه گوشی چشمی به اونها بندازم. حالا من دنبال تو هم، تو بی‌اعتنا شدی به من؟ گفت دین من اجازه نمیده، تو برای من حرامید، دین من اجازه نمیده. گفت دین چیه؟ دین من اسلامه. یک نگاه سریع حق منه، اما نگاه دوم مال من نیست. گفت من میخوام بر دین تو وارد بشم. گفت بسم الله. دختره بر دین اون وارد شد، بر اسلام، فقط به خاطر همین اخلاقش، به خاطر این طهارت و پاکیش و عفت نفسش و تقواش. گفت پیشنهاد میدم با من ازدواج کنید. دختره بهش گفت. وقتی مسلمان شد با هم ازدواج کردن. بعد متوجه شد که این دختر 200 تا شرکت داره، صاحب 200 تا شرکت کارخانه است، ولی اون سرمایه اونو ارضا نمی کرد. سرمایه واقعی رو این جوان دید. اون مردانی که دلشون مریض بود، بیمار بود، چشماشون کثیف بود، برای سوء استفاده نگاه میکردن و میخواستن به دستش بیارن، ولی این جوان ایستاد جلوش، هر کاری کرد که تحریکش بکنه نتونست، به دست و پاش افتاد. گفت دین منه، من تخطی نمی کنم.